سل... سلام دوستان، ما یادمون رفت که اینترو بگیریم. من گلابی یادم رفت البته، و شمشیر و اینا رو از قبل برداشتیم و الان تازه دارم میاد که ویدیو بگیریم. ما مود شمشیرهای خفن رو به بازی اضافه کردیم و الان قراره که با هم مبارزه کنیم. الان ویانا 5 تا شمشیر داره، منم 5 تا شمشیر دارم. قراره که الان با هم مبارزه کنیم. میریم تو این بخش بازی جونی میکنیم رو برای هممون. میریم تو این بخش به هر کدوم 50 تا قلب میدیم. هیل بوست 50 نه 50 تا قلب. آره خب شد. حالا ریجنریشن افکت اد ساین ریجنریشن 2 بدم که بشه 3. خب حالا تا موقعی که قلبمون پرشه من ویدیو رو کات میکنم. خب دوستان، ما قلبمون پر شد و قراره الان با هم مبارزه کنیم. یعنی برو دور، هر وقت صدای گفتم شروع کنیم بجنگ. براستی بذار اینم بده. saturation چی نوشته میشه؟ saturation infinity. این باعث میشه غذامون هیچ وقت خالی نشه. من آماده ای؟ 3 2 1 هر کی برد برنده است. آره خب هر کی برد بازنده که نمیشه. منطقیه. من سعی میکنم با تمام شمشیرم فایت بدم بود. این شمشیر وی داره، به نظرم خیلی بهتره. این شمشیر چیه؟ امرالدی؟ پرواز؟ میشه؟ چرا پرواز کردیم؟ نمیدونم، فقط میدونم من خیلی دارم حال میکنم با این شمشیر رو. دوست پارتای بیشتری از این شمشیر رو بگیرم. تمومه فکر کنم. قلب پر نه؟ دارم فلان. بوم. ای بابا چرا مردم؟ این اسلایم ها چی میگن؟ کینگ اسلایم چی میگه؟ این کی اصلا به بازی اضافه شده؟ فکر کنم تو بازی نبوده، ما چون مود ریختیم اینا هم اومدن. بچه بارون خدا گریهش گرفت. این شمشیر حالا فکر کنم یه چیزی میشکست. درسته؟ نه همه چیم سالم. خدا باشه. قلبم داره زیادی کم میشه به نظرم. بمیر ویانا. آی الان بردم. یس. امیدوارم که تا اینجا ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. ویانا با بچه خداحافظی کن. خداحافظ. تا یه ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.